تأثیر واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی روی صنعت قهوه. توی 2 قسمت قبل ما راجع به این صحبت کردیم که چگونه قهوه به عنوان نوشیدنی تخصصی و کافه به عنوان یکی از پایگاه‌های دنیای مدرن زندگی ما رو دستخوش تغییر کردن و چه تأثیراتی روی تفکرات ما، روی جریان‌های فکریمون و حتی روی واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گذاشتن. اما مثل هر جریان واقعی دیگه این یک مسیر یک طرفه نیست و هر جا که صحبت از قهوه و نوشیدنی و کافه و به صورت کلی این صنعت وجود داره، سایه واقعیت‌ها رو و تحمیل اون رو روی این صنعت میتونیم ببینیم. برای اینکه موضوع یه ذره بازتر بشه، ما چند تا مثال تاریخی میزنیم و در نهایت به نظر من موضوعی که خیلی مهمه بین واقعیت و تخصص یا میل و اشتیاق به عنوان جریان که راه نجات ماجرا میتونه باشه میپردازیم. توی سال 1990 وقتی اندونزی به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده دانه سبز قهوه دچار رکود اقتصادی شدید میشه، یه اتفاق خیلی مهمی میفته که شاید یک مثال واضح بر تأثیر واقعیت روی دنیای قهوه باشیم. تا قبل از این اتفاق یعنی 1990 معمولا قهوه هایی که توی کشور اندونزی کشت می شدن با فراوری خشک به دست حالا بازرگانا یا برشته‌کارا یا کشورهای دیگه می رسیدن که کشاورزها باید هفته ها پای دون می ایستادن تا به واسطه نور آفتاب موسیلاژش حذف بشه و حالا دونه های معیوب رو جدا بکنن و بسته‌بندی بشه و ادامه ماجرا. به واسطه این بحران اقتصادی و زمان بر بودن این فرایند که چندین هفته باید کشاورز و حالا اون کارگر پای دونها بیسته تا رطوبت به 13% حدوداً برسه و همه اینها باعث میشه که اونها به فکر تخمیر بیفتن، یعنی بگن که خیلی خب ما از پس این هزینه ها بر نمیایم، هزینه کارگر زیاده، زمان بره تا بتونیم ورودی مالی داشته باشیم، بنابراین میان با ایده گرفتن از فرآیندهای تخمیری سنتیشون بدون زمانبندی، بدون تخصص وارد فرایند تخمیر کردن یا اون چیزی که امروز به اسم فرمنت میشناسیم وارد میشن و در ابتدا البته خروجی های خیلی تند و تلخی میگیرن، اما به واسطه اینکه میتونستن قهوه های خیلی ارزون و شاید با نژادهای نه خیلی گرون رو به این واسطه دوچار طعم‌های پیچیده بکنن، تو بازار جهانی راه خودشون رو پیدا کردن. یعنی اینجا این تخصص یا میل به پیشرفت یا میل به یک چیز ایدئال نبود که فرایند خشک رو تبدیل کرد به فرایند تخمیری. این یک تحمیل واقعیت اقتصادی بود. حالا این که بعد از اون کدوم از کمپانی ها به سمت تخصص رفتن و این فرایند تخمیر رو حرفه‌ای تر انجام دادن یا ندادن باز بحث دیگه ایه. بیا توی اتیوپی تو هولوش سال 1980 جنگ‌های داخلی اتفاق میفته بین گروه‌های مختلف تو خود اتیوپی و خیلی از دامنه‌ها از کشت خارج میشن. بنابراین اینجا واقعیت سیاسی یعنی جنگ باعث میشه که خیلی از دامنه‌های ایدئال از بین بره و کشاورزان مجبور بشن که تو دامنه‌های با ارتفاع پایین‌تر دونهای غیر مرغوب‌تر رو بکارن و به هر صورت به دنیا عرضه بکنن و ما بعد از اون شاهد گریدهای خیلی پایین اتیوپی باشیم. برعکس این ماجرا هم داریم، یعنی همیشه این فشار خروجی‌های منفی نداشته. تو سال 1960 توی ماجرای جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، آمریکا تصمیم میگیره که از کشورهایی که رگ و ریشه‌های کمونیستی یا میل به کشور شوروی دارن خرید نداشته باشه یا کمتر این کار رو انجام بده و برزیل به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده‌های دانه سبز قهوه با این قضیه مواجه میشه که آمریکا تصمیم میگیره ازش کمتر خرید بکنه. اینجا برزیل 2 تا راه داره، یا اینکه از بازی بره کنار یا اینکه بازارهای جدیدی برای خودش ایجاد بکنه و به این ترتیبه که شاید از اولین لابراتوارهای جدی بررسی دونه سبز قهوه، اصلاح نژاد و اینها توی برزیل شکل میگیره، برای اینکه اونا باید وارد بازار رقابتی تر یعنی اروپا میشدن. خب هزینه ارسال و رفت آمد ممکن بوده قهوه‌هاشون رو گرونتر بکنه، برابر این طبیعی بوده که بتونن قهوه با کیفیت تری به واسطه این لابراتوارها ایجاد بکنن. این فقط محدود به فراوری و کشت قهوه نمیشه، تو ساخت دستگاه‌های اسپرسو هم ما این ماجرا رو کاملا شاهد هستیم. یعنی توی ایتالیا بعد از هولوش سال 1980 که یه بحران شدید اقتصادی توی
ایتالیا اتفاق میفته، خیلی از شرکت‌های بزرگ سازنده ماشین اسپرسو تصمیم میگیرن که برای موندن تو رقابت قیمت رو بیارن پایین، کیفیت رو کاهش بدن برای اینکه فقط بتونن توی این چرخه زنده بمونن. اما این تنها تصمیم ممکن نبوده و گروه‌های دیگری سعی کردن به خاطر اصالت و باورشون به تخصصی بودن دنیای قهوه از کیفیتشون نذارن و برندی مثل مارزاکو این روند رو و این جریان رو انتخاب میکنه و خوشنام میمونه، همونطور که تو کشور ما هست، تو سراسر دنیا هست. یعنی سعی میکنه که پایبند بمونه به اون حداقل کیفیت هایی که داره. یا این نمونه شاید بارزترین مثال این قضیه توی ایران خودمون در ماجرای بعد 2018 و 19 بعد از بین رفتن ماجرای برجام، ما قبل از اون شاهد این هستیم که برندهای ایتالیایی قهوهشون وارد ایران میشه، مخاطب اونها رو میشناسه و مصرف میکنه، ولی به واسطه هم ناترازی ارزی، هم ماجرای تحریم ها که دیگه نمیتونسته قهوه ایتالیایی بیاد، نمایندگی اعطا نمیشده و کلی ماجرای دیگه، اینجا یه فرصت یا یک واقعیتی که تحمیل میشه برای اینکه تیم‌های داخلی به فکر این بیفتن که خیلی خب ما خودمون دون رو برشته می‌کنیم و به واسطه انسان‌های مستقل، حالا چه از نظر مالی چه از نظر فکری که رفتن از کشورهای پیشرفته این دانش رو یاد گرفتن، وارد کشور کردن و صنعت برشته‌کاری یک هویت جدی گرفت. چرا؟ چون یک واقعیتی تحمیل شده بود که دون خارجی یا دون با کیفیت خارجی شاید نمیتونه وارد کشور بشه و ما باید این رو ایجاد بکنیم. همه این مثال‌ها نشون میده که صنعت قهوه هیچ وقت مسئول از این واقعیت‌ها نیست. یعنی نمیتونه با این ایده‌ای که تخصص زیباست، تخصص خوب، میل به بهتر شدن، خوب همه چی رو پیش ببره. این رو البته ما راجع به کافه ها هم توی قسمت قبل اشاره کوچیکی بهش داشتیم، جایی که یادآور شدیم گروه الیت تلاش کردن که کافه رو اونجوری که دوست دارن، اونجوری که میل دارن و با اهدافشون سازگار شکل بدن و یک فضایی از کافه ایجاد کردن. منتها واقعیت دوران تکنولوژی، واقعیت عصر سرمایه‌داری خودش رو تحمیل کرد به فضای کافه و استارباکس ها شکل گرفتن که دیگه فاصله زیادی داشت از اون حالت ایدئال گروه الیت برای اینکه کافه جایگاه و پایگاهی باشه برای تفکر، برای تعمق، برای شکلگیری جریان‌های اجتماعی و تبدیل شد به یک رابطه بین کالا و مصرف کننده. همه اینها میتونه به اون مسئله منجر بشه که در ابتدا گفتم، یعنی جریان. به این معنی که اگر یک جریانی برای یک شخص یا یک گروه یا یک تیم وجود داشته باشه، به واسطه تحمیل واقعیت‌ها ممکنه اینکه این جریان یه موقع یه ذره به چپ بره، یه موقع یه ذره به راست، اما در نهایت مسیر خودش رو پیدا میکنه و ادامه میده و اگر جریانی وجود نداشته باشه این واقعیت اون رو میبله. و من فکر میکنم که نتیجه گیری و راز ماجرا به همین جریان باشه. این جریان میتونه مثل مثالی که زدیم توی دستگاه اسپرسو تعهد به کیفیت باشه، میتونه ساخت محصول یا نوشیدنی جذاب یا ارائه یک مسیر، حمایت از یک گروه یا هر چیز دیگه ای باشه. یعنی جریان به نظر من یک چیزیه که به ذات آدم و به تفکر یک گروه بستگی داره. خیلی نمیشه جریان رو دقیق توصیف کرد، اما میدونیم جریان یک چیزیه که اونقدر قوی هست که میتونه نه اینکه مسئول بمونه از تأثیر واقعیات، اما سرخم نکنه و مسیر خودش ادامه بده. یک مثالی از این جریان اگر بخوایم بزنیم و چیزی که شاید توی همین 5-6 سال گذشته توی ایران دیدیم، زمانی که گروه‌های و تیم‌های برشته‌کار وارد ماجرا شدن، یه سری واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی شروع کرد خودشو نشون دادن. خیلی وقتا قیمت جهانی دونه سبز بالا رفت، خیلی وقتا تحریم شدیم، خیلی وقتا دونه سبز خوب به برشته‌کارها نرسید، اما اونهایی که جریان داشتن و تعهد داشتن به جریانشون و اون اشتیاقشون رو تونستن به واسطه جریان پیاده بکنن، سعی کردن که با نگه داشتن ثبات کیفیشون از این طوفان‌ها به اصطلاح سربلند بیرون بیان و همه ما امروز به عنوان برندهای معتبر میشناسیمشون و تعدادش شاید خیلی بیشتر، یعنی چندین برابر به واسطه نداشتن جریان تو بازه‌های مختلف از بین رفتن یا کم رنگ شدن یا دست کم از قسمت حرفه‌ای ماجرا خارج شدن. بنابراین من فکر میکنم که هممون باید به جریانمون توی این ماجرا یا توی این بازی یا توی این واقعیت فکر بکنیم. قطعاً خیلیامون داریم، پس باید متعهد بهش ادامه بدیم و این چیزیه که به نظر من میتونه به ما کمک کنه.
من کسری برقایی هستم، عضو تیم بهشتکاری سوشیانس. توی این پادکست ها قراره هم قهوه رو به عنوان عنصر اجتماعی، هم یک نوشیدنی تخصصی بررسی بکنیم. اگر به نظرتون این پادکست ها مفیده، با سابسکرایب کردن ما رو حمایت میکنید.